بریم قسمت 3 از صفحه 12. این قسمت سوم توی A هستش. 3 قسمت شدش این درس توی A تدریسش. خب گرامر وربی، ما گرامر رو توی ویدیو قبلی کار کردیم. حالا وقتشه که توی شرایط بررسیش کنیم در مکالمه ها. We, you, they. A. ازمون خواسته read the conversation. بخون مکالمه رو. Complete it with words from the list. کاملش کن با لغات داخل این لیست. خب لغاتمون American are که استفاده شده خط خورده، aren't، Canadian، meet، sit، thanks هستن که باید داخل این مکالمه قرارش بدیم. این مکالمه بین جسیکا و جیم، ریچل و مکس هستش. خب جسیکا میگه Excuse me, are these seats free? ببخشید این صندلی ها خالی هن. seats یعنی جای نشستن. صندلی ها صندلی یعنی میشه به انگلیسی chair، ولی این جای نشستن در مکان عمومی یا توی قطار و اتوبوس رو سیت میگن. free به معنی آزاد و رها. وقتی برای جای نشستن سیت استفاده میشه به معنی خالی هستش. و these هم به معنی این هاست. این صندلی ها خالی هن. are these seats free؟ مکس میگه yes they are. آره لیست بالا رو استفاده کرده. please sit down. اینجا داره بهشون میگه که لطفاً بنشینید. please sit down. پس sit هم استفاده شده از لیست بالا. شما کتاب روبروتونه، میدونم کتاب روبروتون دارین، میتونید sit رو از اون لیست بالا خط بزنید. جسیکا میگه در واقع اینجا تشکر میکنه و میگه من جسیکا هم. سلام. تشکرمون thanks هستش. thanks I'm جسیکا. hi. جیم میگه and. خب میخواد خودشو معرفی کنه همراه جسیکا اون آقا. میگه و من هم جیم هستم. and I'm جیم. مکس که این لباس سبزه بود میگه are you. در واقع میخواد بپرسه اهل فلان جایین که جسیکا اون خانم لباس آبی میگه نه. پس اینجا میگه نیستیم، ما اهل UK هستیم. خب اینجا میتونه گزینمون Canadian باشه. Are you Canadian? کانادایی؟ No we aren't. We're from the UK. ما اهل انگلیسی. مکس میگه oh okay we're on Max. خب میگه ما آمریکاییم. اوکی. میگه we're American. I'm Max. ریچل میگه and I'm Rachel. و جیم میگه nice to meet you. این هم از این. و قسمت بعدی که داریم جدول میگه listen and check then complete the chart. خب این قسمتی که میگه میتونید گوش بدید قسمت بالایی که حل کردیم بعد چک کنید چی نوشتید. حالا این complete the chart کامل کنید این چارت رو. خب پلورال ها رو یاد گرفتیم تو ویدیو قبلی. حالا اینجا میخوایم حالت کوتاه اینها رو بنویسیم و بعد اینجا حالت کوتاه منفی شد. we are میشه we're و شما میتونید بنویسید بعد از روی ویدیو من چک کنید. you are میشه your و they are یاد گرفتیم که میشه their که their هم میتونید تلفظش کنید their. حالا منفیش we are not we aren't you are not you aren't و
they are not هم مسلما اینجا they aren't رو داریم. خب این قسمت تموم شد و این قسمت ما رو ارجاع داده به صفحه 94 تو ویدیو قبلی کار کردیم. Listen and ask the questions. میگه گوش بده و سوالا رو بپرس. این قسمت شما باید گوش بدید. مثلا وان میگه you're Chinese. شما باید اینو سوالی کنید. بپرسید are you Chinese؟ یا میگه we're late. شما بپرسید are we late؟ باید جای آرو با you they و we تغییر بدین که سوالی بشه. Next page. صفحه بعد. Page 13. 13. صفحه 13. Part 4. Reading and listening. خواندن و شنیدن. Read and listen to the conversation. بخون و گوش بده به مکالمه. Then number the pictures. بعد شماره گذاری کن تصاویر 1 to 5. 1 تا 5 رو. خب بریم اینجا رو بخونیم. بعد این تصویرهای پایین رو شماره گذاری میکنیم. جسیکا میگه اون مکالمه صفحه قبل رو دارن سر میزشون ادامه میدن. Where in the US are you from? کجای US؟ کجای آمریکایین؟ اهل کجای آمریکایین؟ Where in the US؟ کجا؟ In the US در آمریکا. Are you from؟ شما اهلشین. شما اهل کجای آمریکایین؟ همینو بخوایم بگیم شما اهل کجای ایرانی میگیم Where in Iran are you from؟ مکس پاسخ میده We're from here. Here یعنی اینجا. Here ما اهل اینجاییم. From Chicago. اهل شیکاگو. جیم میگه Chicago's a beautiful city. این اس اینجا اس مخفف ایزه. به جای شیکاگو ایز گفته شیکاگوز. A beautiful city. city شهر. beautiful زیبا. شیکاگو شهر زیباییه. ریچل میگه yes it is. تایید میکنه حرف جیم و میگه بله هست. Are you on vacation؟ آیا شما در تعطیلاتید؟ جیم میگه no we aren't. نه نیستیم. We're here on business. Here on business یعنی برای کار. on business یعنی برای کار. ما اینجا برای کار هستیم. But اما today's a free day. امروز یه روز تعطیله. Today is شده today's. مثل شیکاگو is که شده شیکاگوز. برای تندتر حرف زدن و روانتر صحبت کردن is رو میتونیم مخفف کنیم. A free day. روز تعطیل. روز آزاد. Jessica. Yes, we're tourists today. بله ما هستیم گردشگر امروز. ما امروز گردشگریم. tourist گردشگر. Oh, what's that؟ اون چیه؟ that یعنی اون. What's that؟ اون چیه؟ جسیکا مثل اینکه متوجه چیزی شده. جیم میگه oh, are they your dogs؟ پارتنر جسیکا هم متوجه میشه میگه oh, اونها سگای شما؟ your یعنی مال شما. Your dogs؟ مکس میگه yes, they are. بله هستن. sit. بشین. یا شاید هم بگه بشینید. با سگاشه. مثل که سگای این دو نفر اومدن و جسیکا و جیم متوجه شدن. جسیکا میگه they're very nice. خیلی خوبن اونا. بس از سگاشون تعریف میکنه. But I'm not very good with dogs. اما من زیاد با سگ‌ها خوب نیستم. I'm not very good. خیلی خوب نیستم. With dogs. With یعنی با سگ‌ها. جیم میگه look. A free table over there. مثل که متوجه بشه پارتنرش ناراحته از وجود سگ‌ها و میگه نگاه کن. یه میز خالی اون طرف. over there. اون طرف.
جسیکا هم که جیم بهش اون میز خالی اونور نشون میده رو به مکس و ریچل میگه Nice to meet you. از ملاقاتتون خوشحال شدم. Have a nice day. روز خوبی داشته باشید. مکس میگه Thanks. Nice to meet you too. ممنون. ما هم از ملاقاتتون خوشحال شدیم. ریچل میگه Bye. Good dogs. Good dogs. خداحافظ. بعد در واقع سگاشو مثل اینکه ناز میکنه و تعریف میکنه ازشون، میگه سگای خوب، سگای خوب. خب طبق این داستانی که خوندیم، از بین این 5 تصویری که داریم میبینیم، اول که خب اومدن و به اینها جوین شدن اون 2 نفر و اون 2 نفر اول تنها بودن و میبینیم که در تصویر این قسمت دارن صحبت میکنن، گرم صحبتن، چون اولش اومد که where in the US are you from، پس مشغول صحبتن. تصویر بی رو انتخاب میکنیم به عنوان وان. خب بعدش این شدش که با هم دیگه مشغول بودن، متوجه سگ‌ها شدن، جیم و جسیکا که اینجا بود. جسیکا گفت Oh what's that؟ picture 2 میشه و بعد پارتنرش هم متوجه شد و حالا جسیکا گفتش من با سگا خوب نیستم که اینجا اتفاق داره میفته. نمبر 3 و اینجا جیم هستش میگه look a free table over there، یه میز خالی پیدا کرد. و اینجا هم در نهایت تنها شدن و ریچل داره سگا رو نوازش میکنه که گفت good dogs good dogs. این هم نمبر 5 میشه. پارت for a B میگه read the conversation again، بخون مکالمه رو دوباره. این مکالمه write short answers، بنویس جوابهای answers های short کوتاه. و اینجا جواب کوتاه بنویسیم. خب میگه number 1 Are Rachel and Max from Canada؟ ریچل و مکس اهل کانادا هستن. خب اونا توی مکالمه صفحه 12 گفتن که we're American، پس ما اینجا می نویسیم no they aren't، نه نیستن they're American. چون ما خواسته که جواب کوتاه بنویسیم ما فقط نوشیم no they aren't، ولی اگه فقط می نوشت right answers دیگه نمی نوشت short answers، ما اینجا میتونستیم بنویسیم no they aren't they're from the US مثلا، یا they're American. 2 Are Jessica and Jim on business؟ جسیکا و جیم الان در برای کار هستن اینجا، که بله خود جیم اینجا گفت we're here on business، ما برای کار اینجاییم. اینجا پس میشه yes they are. yes they are. و number 5 is today a free day for Jessica and Jim؟ امروز روز تعطیله برای جسیکا و جیم؟ بله هست. پس میشه yes. خب اینجا می نویسیم yes it is. چرا شد it؟ چون که سوال ببینید با ایست شروع شده و راجع به فعالمون هم today امروز هست. امروز خب امروز هم مفرده هم غیر انسانه، پس فاعلش میشه در واقع ضمیر فاعلش میشه it. yes it is. بله این هست امروز free day. 4 Is Jessica good with dogs؟ جسیکا با سگا خوبه؟ خب فعالمون جسیکاست، میگیم نه دیگه خوبم نیست. No she isn't. Part C for C. Listen and complete the phrases.
گوش بده و عبارات ها رو کامل کن. شما میتونید از چنل تلگرام ترک 211 رو پلی کنید و این قسمت رو انجام بدید. من هم جداگانه الان براتون پلی میکنم. میتونین بعدش جواب ها رو چک کنین، ولی پیشنهاد میکنم بهتون که به غیر از الان خودتون هم چندین بار دیگه گوش بدین، سعی کنین بعدشون تکرار کنین. 2.11. 1, Excuse me, are these seats free? 2. Are you on vacation? 3, We're here on business. 4. What's that? 5, Have a nice day. 6. Nice to meet you too.